نه باش تو هم چیکار داری؟ پیدا نیستی تو فقط تو برو کنار. شریف چشاش آره آره چی؟ اذیت میشه چشار؟ نه اشکال نداره میگن این چش قشنگه کیه. همطور که دیدید گاهی وقتا در آوردن پین و پلاک از گذاشتنش خیلی سخت تره. پین یا پلاک زیر استخون مدفون میشه و کلی باید بگردیم موقع عمل از دستگاه رادیولوژی استفاده کنیم، عکس بگیریم تا محلش رو پیدا کنیم و خارجش کنیم. بریم عمل بعدی. درود بر شما. مشکلتون چیه؟ پاشنه پامپ صدمه دیده شکسته عمل کرد. بیماری که الان میخوایم بریم سر عملش شکستگی پاشنه داشت، تقریبا 4 ماه پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت. الان بیمار راه اندازی شده و اومده برای اینکه پین‌های اضافی که قبل از راه اندازی کامل بعد در آورده بشه رو براش در بیاره.